ما شغالات قریب در همه دیه ها مکتب داریم. رحمان خیلی کتابخانه ها را باز میکند، حتی بزرگترین کتابخانه آسیای مرکزی و شاید منطقه را در مجموع در تاجیکستان ساخته باشند. اما چی فایده از این بیناهای قشنگ و زیبا و محتشم، از این شماره زیادی مکتب‌هایی که هر سال تعمیر کرده میشوند و از حساب تاجران و صاحبکاران و مهاجرین، ولی وقتی که آزادی نیست، محتوا نیست، وقتی که برق نیست، علم معاصر را بدون برق و اینترنت آزاد و پرسرعت اصلا تصور کرده نمیشه. وقتی که این زیربنای اصلی علم وجود ندارد، نتیجه همون میشود که الان در تاجیکستان داریم. و این رئیس کدام منصبدار تاجیک، به فکرم رئیس کمیسیون اتستاسیونی تاجیکستان باشد، افسوس خورده است از این وضعیت و حتی اعتراف هم کرده است با یک نیم عذرخواهی از ملت که متاسفانه ما در این حالتی که از افغانستان هم عقب مانده ایم. معلوم میشد که انسان باز یک کمی در ضمیرش وجدان باقی مانده است، دلش به ملت و علم میسوزد. اما اونها عامل اصلی را یا ندیدن یا دیدن و میترسن، گفتن نمیخواهند. من مشکلی اساسی را در نظام سیاسی تاجیکستان میبینم و دقیقاً همین حرف رو اخیراً اون بارها تکرارم کردم. نوبل در مسائل اقتصادی، دو عالم آمریکایی که یکی از ترک‌تبار هم هست، آقای عجم‌اوغلو، اینها در این نظریه جدید خودشان کشف کردن در مثال ده ها کشورهای دنیا چگونه کدام کشورها پیشرفت میکنن، کدام کشورها عقب میمانند. به یک نتیجه رسیدن که این همه ربط دارد به نظام سیاسی. شما چگونه نظام سیاسی داره در کشور، ساحه های گوناگون کشور شما پیشرفت خواهند کرد، از سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، حقوق، تکنولوژی، برق، انداز، مالیه، همه اینها ربط دارد به نظام سیاسی. اگر نظام سیاسی نظامی درست نیست، در دست افراد درست و سالم نیست، پس شما با این شعارها دور نخواهید رفت. باز تکرار میکنم، اگر تمام مردم و ملت را شما گاستو پوش و شیم و کستون پوش کنید و از هر تا دیگه در اون مکتب های به برق و به اینترنت و سرد هم بشینن، با اون سطح دانش معلمان هیچ گونه پیشرفت علمی نخواهد شد. پس مادامی که همه این طبق نظریه های علمی معاصر ربط میگیرد به نظام سیاسی، ما و شما همدیاران عزیز، تاجیکستانیان محترم، باید به این نقطه نهایی برسیم، به این خلاصه که بدون تغییر نظام سیاسی در تاجیکستان و دادن آن به دست انسان‌های منطقی واقعا علم پرور و ملت دوست، دیگر ما هیچ شانسی نداریم که نه تنها علم را بلکه دیگر ساحه‌های کشور را هم یک قدم پیش برده توانیم. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت‌های بعدی.